اما هیچ موجودی نمیتواند از شدت ترس و وحشت به این شاهزاده ظلمت نزدیک شود. مامبای سیاه، او که به سریع‌ترین زهرهای دنیا مجهز است، میتواند انسانی را ظرف 20 دقیقه بکشد. اندازش، سرعتش و غیر قابل پیش بینی بودنش او را به یکی از مرگبارترین و ترسناکترین مارهای دنیا تبدیل کرده است. او حتی سری شبیه تابوت دارد. این خزنده با طولی بیش از 4 متر بزرگترین مار سمی آفریقا محسوب می شود و اگر تصور می کنید فرار کردن شما را از شر او نجات می دهد، بهتر است به دقت فکر کنید. او با سرعتی حدود 20 کیلومتر در ساعت سریعترین مار آفریقا است. داخل دهانش که به سیاهی یک دخمه است، به هر کسی که به او نزدیک می شود هشدار می دهد. زهر او که سیستم عصبی را متلاشی می کند می تواند با یک نیش 40 نفر را به هلاکت برساند. انسان سیستم عصبی را از کار می اندازد و قربانی را به نفس می اندازد. حتی فیلها از ترس به آرامی گام برمی دارند و این مادر سالار شانسی برای نجات بچه هایش ندارد. این مار وقتی 1/3 قسمت جلوی بدنش را از زمین بلند می کند و بالا می آورد، می تواند خود را تا حدود سینه فیل برساند و به یک حمله سریع و چند جانبه دست بزند. حمله بیشتر به معنای زهر بیشتر است. او هم مثل همه مارها از زهر خود به عنوان آخرین خط دفاعی استفاده می کند. اما این سخن به معنای عدم استفاده از آن نیست. موشی که سر راه او قرار بگیرد مدت زیادی در آنجا نخواهد ماند. با یک نیش او ظرف چند ثانیه می میرد. انسان ها هم سرنوشت بهتری نخواهند داشت و اگر بلافاصله تحت درمان قرار نگیرند 100% نیش مامبای سیاه منجر به مرگ انسان‌هایی می شود که قربانی نیش او بشوند.